ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: فرق میان روزه ما و روزه اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان این در سحر خوردن است. روایت مسلم. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث میگویند: فرق یعنی جدا کننده بین روزه ما و روزه اهل کتاب در این است که ما سحرخوری داریم، آنها سحرخوری ندارند. چون اهل کتاب روزه داشتن را از نیمه شب آغاز می کردند، ما باشد پیش از دمیدن صبح آغاز می کنیم. این است فرقیت روزه ما و روزه اهل کتاب. امام قرطبی رحمه الله می گویند: این حدیث دلالت می کند بر آن که سحرخوری یکی از خصوصیت‌های خاص امت اسلامی است که با همین سحرخوری روزه داشتن برای مسلمانان سبک و آسان کرده شده است، که این سحرخوری یک نعمت می باشد که بر امت پیامبر صلی الله علیه و سلم مستحب شده است. پس با سحر خوردن شکر این نعمت را ما باید به جای آوریم، چون در سحرخوری فیض و برکت است، چنانه که در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سحر خوری بکنید زیرا در آن برکت است. روایت بخاری و مسلم. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب این در سحر خوردن است و در دین مبین ما سحرخوری یک عملی مستحب است. پس با سحرخوری کردن شکر این نعمت را به جای آورده از فضل و برکت آن بهره‌مند شویم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.